نه من محمد نعیم از قلعه بطلا کار فروشی میکنم. 20 دقیقه را در بر میگیرم. صبحکی من وقت ملای 7 بجه کده باسکل میم آلیه. خود مایی می باشم از این کارت فروشی غذای خانه خود پیدا میکنم. در سال 66 از کار بیدم پایم سر مای نمد مایید شده. خود دولت سابق که بود برای ما همه چیز ما را از کپون گرفته و که ماش ما میداد که فقط خانه ما را میکرد و در دولت حال همون ماش ما را در سال آخرش تال ما نگرفته. ماش هم بدر چیزی میده که کم یک کرای یک ماه خانه مرا نمیشه. ما خود اگر کار نیستن می کار فروشی کنیم بیل کلنگ ما زدن نمیتونیم که ما بدر بریم مزدور کاری کنیم. این کار فروشی آسان است. نمی از می غذای خانه خودم پورا میکنیم. خدا مهربان است نمی گذران میکنیم. در این وقت جنگام کلش ما در کابل تیر کردیم جای دیگه ما نرفتیم. وقتا بسیار خراب بود جنگ بوده خلاص. وقتی جنگا زیاد بود برآمده از خانه نمیتونستیم. بس که از خانه که ما برآمده تا شهر میرفتیم میگفتیم بگیره پس نداشتیم. بس بدر خانه زنده بودیم. راکت به در بغل میخورد بدر میدیدید 5 تا 6 تا 10 تا بدر مردم افتاد. و کسایی که پیسه دار بود افغانستان الا کردن رفتن. ما بیچاره غریب بودیم پیسه نداشتیم که جای بریم. ما ماندیم نمی کابل. صبر خدا کرده. این کاردار یک نفر همینجا برای ما میاره کمشن خودم میگیرم. برابری گرفتن نمیتونم. روز میشه که 3 تا سودا کنم. روز شده که این 70 تا 80 تا کاردم سودا کنم. حالا برابری 700 600 1000 کار برابری دیگه که فروشه اونا خب پیش دی طرف سفارت آلان بود. موضوع زیاد کارت فروش هم شده چی هم شد آمده میده. یک دانش کنه میگه بالای سر مستاد است هیچ اعلایم نمیکنن. غیر میگه موتر استاد میشه تا ما بخیدم وقت بدر کارت نهی میگیرم. دیر روز بود چه باید بگفتم کارا نگو پای مای دمای دم میکنه. این هیچ گپ نمی با آمده بالای سر آمده. سرک ها کلان شده بدر بیلدینگ ها آباد شده بدر پیسه دارا و بیلدینگ آباد کرده رئیس تکنن در 4 تا بغل. شهر نام خدا جور شده دیگه. حالت پیش که آرامی شده راکت نمه. یکام انتجار که یکام دارم میده و خطش لایده است. رفیق همی کل مدینه بازار کلش اگر پرسانگنی کلش رفیق هم. مرام مرچنامه کتاب است. خود مایی بس میخوایم که تلفایم دیگه رقم سرنوشت داشته باشه. سواد درست داشته باشه. تعلیم تربیت درست داشته باشه. مرا